همراهی کردن عیسی تصمیم خطرناکی بود. با این همه عیسی با شاگردانش رو راست بود و با آنها گفت که پیروی وی کار ساده‌ای نخواهد بود. همچنین بیان کرد کسی که او را پیروی می کند باید از خود بگذرد و صلیب خود را بر دوش گیرد. آندریاس ماهیگیری در کفرناهم بود. او شخصی معمولی با یک تجارت خانوادگی بود. او شخص مذهبی نبود. با این وجود عیسی او را دعوت کرد تا به دنبال او برود. بعد از مرگ و رستاخیز مسیح، آندریاس کلام خدا را در روسیه و یونان بشارت داد و سپس او به صلیب کشیده شد. آندریاس 3 روز بر روی صلیب ماند و رنج غیر قابل تصوری کشید، ولی حتی بر روی صلیب همچنان به افراد اطراف خود بشارت میداد. خداوند از آندریاس، آن شخص معمولی و عادی، استفاده کرد تا زندگی هزاران نفر را دگرگون سازد. پتروس شخصی خشن بود که همواره با مردم منازعه می‌کرد. او با کم ایمانی مواجه بود و عیسی را 3 بار انکار کرد. با این حال خداوند پتروس را تبدیل به شخص پریمانی نمود که برخی از مواقع حتی سایه او قادر بود افراد را شفا بخشد. پتروس شجاعانه انجیل را به همگان بشارت میداد، چه یهود و چه غیر یهود. هنگامی که در روم بود، او میتوانست از مصلوب شدن فرار کند و مخفی شود. با این حال او تصمیم گرفت که خود را تسلیم کند و توسط نرون به صلیب کشیده شد. پتروس درخواست کرد که او را وارونه بر روی صلیب بکشد، زیرا اذعان داشت که لیاقت مصلوب شدن به مانند خداوند خود را ندارد. خداوند پتروس را از شخصی خشن و کم ایمان به چنان مرد ایمان و شجاعی تبدیل نمود که داوطلبانه به مرگ بر روی صلیب تن داد. توما، یکی از 12 رسولان، پس از ظهور عیسی مسیح از قبل با شاگردان نبود. بنابراین بقیه شاگردان وقتی توما را دیدن گفتند ما خداوند را دیده ایم. اما او گفت مگر اینکه زخم‌های او را ببینم و انگشت خود را در سوراخ بدنش نکنم باور نخواهم کرد. 1 هفته بعد عیسی به نزد شاگردان آمد و با آنها گفت شالوم بر شما باد. توما، انگشتت را فرو کن و زخم‌های مرا ببین. دست خود را در پهلوی من فرو کن. شک نکن و ایمان بیار. توما بر زانوهایش افتاد و گفت ای خداوند، ای سرور من. توما به ایران و هند سفر کرد و انجیل را بشارت داد و در نهایت شهید شد. خداوند قلب توما را از آدمی شکاک به آدمی پریمان تغییر داد، حتی تا آخرین لحظه. مانند توما بسیاری از دیگر افراد که با کم ایمانی و شک دست و پنجه نرم می‌کردند به انسان‌های با ایمانی تبدیل شدند و تا پایان حیات خود با فیض خداوند ثابت ماندند. این 11 نفر افراد معمولی و عادی بودند که تصمیم گرفتند عیسی مسیح را دنبال کنند. آنها مشکلات زیادی مثل من و شما داشتند، ولی بران شدند تا زندگی خود را برای مسیح زمین گذاشت و تبدیل گردند که به افراد بشارت دهند و در نهایت جان خود را از دست دادند. عیسی هرگز نگفت که دنبال کردن او آسان خواهد بود. او مشکلاتی که پیش روی پیروان او است را می‌دانست و در حقیقت از آنها پرسید پیش از پیروی از او خوب بیاندیشند. برای شاگردان وی پیروی از عیسی به قیمت تمام زندگی آنها و حتی جانشون به انجام رسید. آیا هرگز فکر کردید چه بهایی را برای پیروی همچین خدایی پرداخت خواهید کرد؟ و حالا من و تو چه بهایی را برای پیروی از عیسی مسیح پرداخت خواهیم کرد؟ بهای شاگردسازی.